سلام بچه ها، اینجا نوموره و با ما بیشتر میدونید. موضوع امروز ما ممکنه یکم عجیب به نظر برسه. اگه 50 سال قبل که تکنولوژی به اندازه الان وجود نداشت به دوستتون میگفتید یه نفری هست که دوست و دشمن زمان خودش اعتراف میکنند که آدم راستگو و درستکاریه، ولی یه چیزای عجیبی میگه. مثلا میگه یه زمونه میاد که خورشید از مغرب در میاد، در بهترین حالت دوستتون یا تعجب میکرد و یا میگفت دروغ گفته. و اگر اضافه میکردید که اون آدم گفته وقتی اون روز بزرگ نزدیک بشه آدما با کفشهاشون و اجسام غیر زنده حرف میزنن و کفشها و اجسام جوابشون رو میدن، این دفعه دیگه قطعاً بهت میگفت تو دیوونه شدی. این جملات دقیقاً جوابی بود که 1450 سال قبل وقتی یه نفر تو بیابونای عربستان زد، همون موقع و هم دشمناش تا امروز میگن اون آدم عقلش رو از دست داد. ولی باید بگم جملاتی که شنیدید امروز اتفاق افتاده. امروزه کفش‌هایی اختراع شده که به وسیله سنسورها و هوش مصنوعی با صاحبانشون صحبت میکنن و دقیقاً طبق متن حدیث پیامبر کفش‌ها صاحبانشون رو آگاه میکنن و بهشون اطلاعات میدن. چیزهایی که امروزه برای ما عادی جلوه میکنن برای افراد 50 سال قبل هم تعجب آوره، چه برسه به افراد 1500 سال قبل. امروز نمیخوام در مورد کفش سخنگو حرف بزنم، بلکه میخوام بگم همه ما روزی نه چندان دور میمیریم و مهمترین منبع ما از اتفاقات بعد مرگ قرآن و همون فرد راستگوه. طبق فرموده پیامبر خدا زندگی اصلی ما انسان‌ها تازه بعد مرگ شروع میشه و باید برای اون زندگی آماده بشیم. دقیقاً مثل این که یه نوزاد وقتی از مادر ناقص و بدون دست و پا به دنیا بیاد دیگه هرگز قابل درمان و جبران نیست. اگر انسانی هم بدون عمل وارد قبر و زندگی همیشگی بشه هرگز قابل جبران نیست. در سالهای اخیر متاسفانه به خاطر افراد مدعی دین و جرم و فسادهایی که میکنن و خزعبلاتی که به عنوان دین به خورد مردم میدن، خیلیا هستن که به اشتباه با اصل دین دشمن شدن و نادانسته دارن باعث نابودی زندگی ابدی خودشون میشن. ولی همین الان که جامعه ما دچار این مشکل شده، جوانهای بسیاری در غرب هستن که فقط با مطالعه قرآن و احادیث صحیح پیامبر و نه مشاهده و پیروی از افراد مدعی به وعده‌های دقیق و زندگی صحیح ایشان ایمان میارن و اون روش زندگی قبلیشون رو کاملا ترک میکنن. ولی متاسفانه جوانهای ما به علت بیسوادی و مطالعه نکردن منابع اصلی مثل قرآن همه تلاششون رو میکنن تا خودشون رو شبیه به کسانی بکنن که اون افراد امروز از گذشتشون پشیمونن. امام غزالی میگه اگه سراسر این زمین پر از ارزن بشه و یک پرنده هر 1000 سال بیاد و فقط یه دونه ارزن رو برداره و بره تا 1000 سال بعد، بالاخره یه روز این ارزن ها تموم میشه، ولی زندگی آخرت تمومی نداره. حواسمون باشه به خاطر دشمنی با یک عده اون زندگی ابدی رو خراب نکنیم که اگه خراب شد اونجا امکان ساختن نیست.